وقتی میگیم پاکسازی کنی میگه آمو ولم بکنه، حوصله داری یا پاکسازی نکنی منافذت بسته میشه، ضخامت پوست به هم میزنی، سن پوستت پیرتر نشون میده، جذب محصولات نداری. یعنی شما همین لوازم آرایشی که استفاده میکنی که حس خوب بگیری پوستتو کاور کنه دیگه نمیتونه بهت جواب بده. اول از هر چیز پاکسازی یعنی چی؟ یعنی تمیز بودن. یکی منافذ باز داره، یکی ترشح چربی داره، یکی لک داره، یکی خشکی پوست داره. توی هر نوع تیپ پوستی که هستی باید به پوستت اهمیت بدی. من بیوتی تراپیست الان چه کار میتونم برات بکنم؟ تلاش من اینه که بهت کمک کنم پوستت نرمال بشه. حالا شما چه بیای پیش من چه توی خونه انجام بدی یا هر دو در کنار هم کمک میشه که پوستت نرمال بشه. تو هر شرایط پوستی که هستی باید پاکسازی رو انجام بدی، حتی اگه بهترین پوست رو داشته باشی. پس به پاکسازیت اهمیت بده، براش ارزش قائل باش، برای خودت وقت بذار که هم حست بهتر بشه، اعتماد به نفس پیدا کنی، جوانتر به نظر برسی، حس خوب داشته باشی، انرژی مثبت و این انرژی رو بتونی به دیگران هم هدیه بدی. گفت گلو، میبینمتون.